هدف امام حسین چی بوده؟ که دین جدش یعنی دین مبین اسلام که الله خوش کرده رضیت لکم الاسلام دینا، او دین را سر سرزمین الله حاکم باشه. ما من حیث یک سنی بعد امام جعفر صادق بشناسیم که کی بوده، چون امام مهدی ظهورش ضرور است. در دنیا چی وضعیت است؟ چهره نبودن که نیاز به تعارف داشته باشد، نیاز به شناخت داشته باشد که ما امام حسین را بشناسیم. نیاز به این هستند که ما باید خود بشناسیم که آیا پیرو واقعی امام حسین هستیم یا نه. این ضرور است. اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت به همراه اهل بیت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم یک حصه از ایمان است. چون 5 وقت که ما نماز میخوانیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بغیر از اینکه نماز ما درست نمیشه. و این درود خواندن در نماز از دید اهل سنت ای واجب است. نماز ما درست نمیشه تا که درود نفرستید. در نماز 2 رکعتی یک بار، چون یک قاعده داره، و در نماز 4 رکعتی 2 بار، در قاعده اول و آخر. متبعی هستند که بخاطر یادبود امام حسین رضی الله تعالی عنه و دیگر اهل بیت رسول علیه الصلاة و التسلیمات، از یاران رسول علیه السلام، از صحابه پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم، یادبود خود گرامی آن حضرت صلی الله علیه وسلم این برای امت ضرور هست. به این خاطر ضرور است اگر یک جوان مسلمان اوصاف، اخلاق، عادات، معاملات، معاشرت، دعوت، تمام امورات رسول الله صلی الله علیه وسلم را نفهمه چه قسم امتی هست، اگر با همراه اهل بیتش محبت نداشته باشد، چطور بگویم که دو امتی واقعی هست و امتی هستند که محب هستند؟ عزیزان این را باید درک بکنیم و بفهمیم که یک محبت است، یک عبادت است. عبادت بجز از الله، عبادت بجز از الله به هر کس یا به هر چیزی که بودن این شرک است. مگم بدون محبت عبادت ممکن نیست، چون الله سبحانه و تعالی برای ما شما در قرآن عظیم شان می فرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسانی که تعظیم شعائر الله را میکنند نه عبادت. ما شما به خانه کعبه به طرف خانه کعبه نماز میخوانیم، این عبادت ما شما به خانه کعبه نیست، به طرف کعبه هست. چون اگر از کسی سم گم شود که کعبه کدام طرف است، فاینما تولوا فثم وجه الله،
الله هر طرف است، مگر این محبت ما شما را به الله میرسد. محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما شما را این شفیع میکنیم برش که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. از پیغمبر علیه السلام پرسیده شد که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم شما خود روز قیامت جایگاهتان خیلی بلند است، مقام و منزلت انبیاء خیلی بالا است. در دنیا اگر ما ناراحت شوید پشت شما دق شوید فوراً میایم با حضورتان مشرف میشیم، با دیدارتان چشمای خود خنک میسازید. مگر در آخرت خود جایگاه و مقام منزلت شما خود خیلی بالا است. در آنجا که ما به خاطر دیدار شما یک امید داشته باشیم چی کار کرده شما؟ ما خود نمیتونیم با شما یک جای باشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میفرماید المرء مع من احب، انسان با هر کسی که محبت داشته در روز محشر با همراه آنان حشر میشه، با همراه آنها حشر میشه. ولی در اینجا باید یاد داشته باشیم جوانای عزیزم، چون مخاطب ما جوانا هستند، علما، محققین، دانشمندا، بزرگا، اونا خود الحمدلله عقیدهشان عقیده راسخ است، عقیدهشان درست است. از شما عقیده درست است، در این شک نیست. ولی جوانا یکان وقت چی میشه؟ یک وقت خواهشات غالب میشه، یک وقت بیکاری غالب میشه، یک وقت یک مشکل دیگر پیدا میشه. مگر مسلمان و جوان مسلمان باید همیشه به حالات و مشکلات مقابله و مبارزه و استقامت داشته باشه. ما که میگیم ما پیرو امام حسین هستیم، این گپ عادی نیست عزیزان، این گپ خرد نیست. مگر ما من حیث با این صدای خود چطوری بتوانیم که ادامه بدهیم؟ ما میگیم که هم سنی هم شیعه این گپ میزنه و با این عقیده هست که امام مهدی ظهور میکنه در وقت آخر. چطور بتوانیم که از عساکر امام مهدی باشیم؟ این خود تنها شیعه عقیده ندارن که امام مهدی ظهور میکنه. درست است که دید اهل تشیع یک مسیر داره، دید اهل سنت دیگر مسیر داره، مگر عقیده ظهور امام مهدی یک عقیده است که هم شیعیان به این عقیده است که امام مهدی ظهور میکنه و هم اهل سنت به این عقیده است که امام مهدی ظهور میکنه. چطور بتوانیم که پیرو امام مهدی باشیم؟ چطور بتوانیم که از خادمان عساکر امام مهدی باشیم؟ الله حساب بکنه ما شما. حضرت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم می فرمایند که برای شما چند چیز مانده. اگر شما تمسک کردید، چنگ زدید، او را محکم گرفتید و دستور عمل خود گشتاندید، شما رستگار هستید، کامیاب هستید. عزیزان، این سنی بودن و شیعه بودن این خود یک مسیر است که ما شما تعقیب کردیم که منظر مقصود برسیم. منظر مقصود الله سبحانه و تعالی است. منظر مقصود محمد عربی صلی الله علیه و سلم. ما شما میگیم در دعاهای خود که الهی در روز محشر از آب حوض کوثر رسول علیه السلام ما را سیراب بگردد. این عقیده همه ما شما داریم. یکان مسائل اختلافی فقهی که داره این باعث این نشود که ما یکی دیگر را تکفیر بکنیم. این باعث این نشود که
ما از هم دور شویم، هزارا و سید و پلان ما شما را کسی تقسیم نکنه. چرا؟ الله میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین سنی به نزد الله و نمو سنی است که متقی ترین باشه. بهترین شیعه به نزد الله و نمو شیعه است که متقی ترین باشه. و پیرو حقیقی امام حسین او کسی هستند که عقیده توحید و رسالت را داشته باشه که ما شما داریم الحمدلله. لا اله الا الله بگوی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این عقیده توحید و رسالت است. خوشیعه هم به طرف در وقت نماز که میگم روی به طرف کجا؟ قبله کعبه که او در مکه مکرمه یک جای مخصوص است که او حدود حرم را حضرت جبرائیل علیه السلام تعیین کرده. او را اشخاص نه، با حکم الله حضرت جبرائیل تعیین کرده. یک محبت است، محبت و عشق با اهل بیت. کسانی که دارند خود طبعی هستند که رسول عربی صلی الله علیه و سلم با اولادایش خوش میشه. ما خواهش ما از جوانا این هست در ایام روزهای مذهبی اهل سنت که ایام مولود رسول علیه السلام بودن، برین در مساجدشان شرکت بکنید و همچون جوانای اهل سنت برون در عزاداری شرکت بکنند تا نفرتی که دشمن انداخته ای از بین برود. ممکن در برادرای جعفری ما، یعنی به اصطلاح در شیعیان، کسانی باشند که مذهب جعفری را تخریب بکنند. اگر ما شما از هم دور شوید، با هم نزدیک نباشیم، در مناسک و مراسم مذهبی از یکی دیگه آگاهی نداشته باشیم. به این خاطر عزیزان ما شما باید به هیچگاه به دشمن اجازه ندهیم که ما شما را با نامهای مختلف تقسیم بکنیم. در افغانستان هندوها هستند، آنها حق داره که ما شما به خاطر تدابیر امنیتیشان شب تلاش بکنیم، چون شریعت ما شما برای ما شما میگه و از اخلاق و عادات و محبت ما شما تمام دنیا باید عبرت بگیرد که خوشا به حال مردم افغانستان که این گپ نیست که تو کی هستی ما کی هستی، مگم دشمن اندک گپ عزیزان، اندک گپ بسیار بزرگ میسازد. جوانا متوجه باشین، خدا شاهد است که دشمن خیلی خطرناک است. ما شما گفتیم شهدایی که ارمان داشت از نظام اسلامی اون وقت شهید شده. جوانان عزیزم، ما شما باید ارمان او شهدا را پورا بسازیم. چرا؟ این نظام اسلامی را محکمتر بسازیم. خب پیرو امام حسین است. هدف امام حسین چی بوده؟ که دین جدش، یعنی دین مبین اسلام که الله خوش کرده، رضیت لکم الاسلام دینا، او دین را سرزمین الله حاکم باشه. این ارمان امام حسین بود. چوکی نبود، قدرت نبود، قومیت نبود، قریشی بودن نبود، هاشمی بودن نبود. نه این گپا نبوده. خلافت نبود هدفش که ما خلیفه باشیم. هدفش وقتی که منافقین، ظالمان، کسانی که فاسق بودن، اهل عقیده ما اهل سنت در رابطه با یزید دی ملعون چی هست میفهمید و خیلی سخت است برشان، خیلی سخت است. مگم شما پیشتر آقا صاحب یک بهترین گپ برای ما زد. یک واقعه پانتونش گفت، یعنی یک سرگذشت پانتونش گفت
ما شما من حیث یک فرد افغانستان، من حیث یک عضو افغانستان، من حیث پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، امروز دکانتان ماندین، کارتان ماندین، کورس و پانتون و درستان ماندین به خاطر عزاداری کی جمع شدین؟ صحیح بگید. به خاطر عزاداری امام حسین. چرا جمع شدین؟ امام حسین دوست دارید. چرا؟ امام حسین دوست دارید. در صورتی که امام حسین دوست دارید، پلان و هدف امام حسین جمعواری مسلمان بودن، وحدت مسلمان بودن و تقویت نظام اسلامی بودن. و انشاءالله العزیز که ما شما طوری که به خاطر عزاداری امام حسین میکشیم، اینمی قسم تلاش میکنیم به خاطر پایداری نظام اسلامی، به خاطر وحدت و به هیچ کس اجازه نمیدهیم که ما را به قوم تقسیم بکنه، ما را به سمت تقسیم بکنه. نه، نظام اسلامی، امارت اسلامی ربط با یک قوم نداره. هندوهایی که بیشتر گفتیم در افغانستان است، هندوهایی که در افغانستان است، چون در اسلام ما شما کسی را بزرگ مسلمان کردن نمیتوانید، مگم اساسات و اصول اسلام معلوم هستند در این مورد که معلوم هستند. ما شما که میخواهیم که ما با همراه حضرت امام مهدی الله سبحانه و تعالی، چون امام مهدی ظهورش ضرور است، در دنیا چی وضعیت است؟ ما شما الحمدلله افتخار میکنیم الله عمره را برای ما شما داده که به هیچ طاغوت سر پایین نکرده. وقتی که مذاکرات در دوحه بودن دیدیم که چی کار کرد تا این حال، مگم به خاطر پیشبرد ملتش تلاش داره، به خاطر وحدت ملتش تلاش داره، چون علما هستن، هم امام مهدی را میشناسه، هم امام حسین را میشناسه، هم از محبتش میفهمه، به دیگران میتوانه گفته. و انشاءالله العزیز که ما شما وحدت داشتیم و از خوبتر و بهتر میتوانیم که عزاداری امام حسین داشته باشیم، خوبتر و بهتر میتوانیم که محبت یا به همراه امام مهدی داشته باشیم، خوبتر و زیادتر میتوانیم که به خاطر تلاش امام جعفر صادق، به خاطر تلاش از امام ابو حنیفه، ما من حیث یک سنی بعد امام جعفر صادق بشناسیم که کی بوده. چرا؟ و از اهل بیت رسول علیه السلام تنهایی نه، من علمت بعد امام جعفر صادق بشناسیم. تو من حیث یک شیعه بعد امام ابو حنیفه را بشناسی که امام ابو حنیفه کی بوده، چون نیاز داری، ضرورت داری، با همراهش همسایه هستی، با همراهش برادر هستی، با همراهش خویش و قوم هستی، چون آل ما شما چی شده؟ یک وجود هستیم، خود شریک هستیم، از یکی دیگر جدا نمیشیم و کسی ما شما را جدا نسازد. و مگم دشمن تلاش داره که ما شما را جدا بکنه. عزیزان، انشاءالله العزیز که در پیروی امام حسین، در محبت امام حسین، در محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب بشه. الله نصیب ما شما بگرداند، الله نصیب همه ما شما بگرداند و الله سبحانه و تعالی با برکت و عظمت خون مظلومانه امام حسین درد خیلی زیاد در عزیزان، جگرگوشه رسول علیه السلام، کسی که پیغمبر علیه السلام او را دوست داشته، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در وصفش گفته الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. اگر شما با کدام مسجد اهل سنت نزدیک باشید، در روز جمعه که امام خطبه میگن، در خطبه ایگه میگن الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. خیلی درد داره واقعا، مگم عزیزان تنها به این درد اکتفا نکنید. تمام زندگی ما شما باید موافق به دستورات امام حسین باشه. انشاءالله باز رستگاری در دنیا و آخرت
آن ما شما هستند. خداوند متعال از تمام برادرای ما شما، خواهرها، هر چقدر مسلمانان، علما، محققین، تجاران که تلاش داره به خاطر حب اهل بیت رسول علیه السلام، الله از پیششان قبول بگرداند. پروردگار متعال روح ابوالجهاد را خوشحال بگرداند به خاطر اینکه اولاد از پیششان مانده، پیروان از پیششان مانده که واقعا مسیر جهاد و دعوت را تعقیب میکنند. الله اجر دارای نصیب بگرداند. و آخر دعوانا الحمدلله.